اشتین عباس جان. سلام پدر جان، خوبی بخیری؟ خوب خیریته. شکر زنده باشی. چیگا پای؟ در ببند. بفرما بیا خونه برو. زنده باشی. چیگا پای؟ خیرتی. خب سلامت باشی. اشتین هم مادر تو هم شما خوبه؟ هم به شکر خوب. اشتین خونه خوبه. فضل خدا شکر زنده باشی. اشتین خود خوبی؟ ها شکر. عباس. قبل زیر فکر بچه خالاجی چی داره میخونه خود چاشت؟ خونه؟ حقیقت اگه بپرسی امروز چاشت قلوتوریش بباد کرده. قلوتوریش؟ چرا؟ بیا بریم خونه خود. حالا امروز چاش قلوتوریش داره؟ امروز چاش قلوتوریش پخته کردیم. آها. چرا؟ برو با مادر خود سلام بگو. و علیکم السلام. بعد از سلام بگو همیتا محکم سر دیگه بپوش. چرا خدا نکنه؟ رنگ قلوتوریش نمان ببینم. چرا خود دیگ نشونه؟ خود دیگ نمیشون چرا؟ خب بیا دیگه قلوتوریش خوش دیگه چی میسی پخته میکنم؟ نه اصلا همه بویی که میدم تا خونه شما بوی قلوتوریش باشه و بعد میآیه. یکی از شغلم بعد میآیه، یکی از قلوتوریش، یکی هم قلوت. میری؟ خب من دیگه نه خداحافظ. سلام بگو خداحافظ. این گیلک مسکینم با اون عمر خودی چی نخورد. اما هر جا میره قلوتوریش که از او بعد میاد شلغم همین چیزا خورده دیگه. سلام علیکم بچه هم بشه. سلام شما خیلی جان جوره. شاید خوبه. کجا میبری؟ اینجا باشه. کجا برن؟ اینجا میرم. قبض بچه ماما جو امروز چاش بخونه شما چی بار کردن؟ قلوتوریش. قلوتوریش؟ چریته؟ به دنیا که بعد میآیه رنگ قلوتوریش. چره؟ برو کمپال بمبالی نبنده سر دیگرم محکم بپوش. برو نوش جانت برو. این مردم مرچی چی رقمه؟ هر کسی میپیشه قلوتوریش. خب عقل کمال یاد گیریم قلوتوریش ببار نکنیم. میفهمی که من بعد میآیه قلوتوریش چرا شما قلوتوریش ببار میکنیم؟ 10 تا دیگه و مادر خود ببردم بفروشیدم اینا. نه اول گردنم بعد بدادم به نمکیا. هم میگم نه به طعم دیگه قلوتوریش پخته نکنین که من بعد میآیه. خدا کنه یک روز بخونه خالق و اینا همه خبرم که می دیگه اینا رو پاک بفروشون که دیگه قلوتوریش ببار نکنن. قلوتوریش. تو خونه شما چه خونوکه؟ کجا مادر تو؟ بچه خونه. برو چه خونه. بگو ماما بیا آمدم بده. دادا. دیگه سلام داده. سلام خوبی؟ سلامتی باشه. بشینی. خیلی خدا جو. شتنم داده. شکر خوبی کجا بودی؟ جونجوره. سلامت باشی. برفتون دادم اما سلام میرم ما امروز به سراخ و قلوتوریش داشتیم. براتون در سلام خونجوگا میگن قلوتوریش داریم. براتون در سلام کوکو خونجوگا میگن قلوتوریش داریم. عباس میگن قلوتوریش داریم. شما چی دارین؟ خیلی بیامدم به خونه شما گفتم امروز چاشت اینجوگان بخورم. ما هم قلوتوریش داریم برار به خدا چیکار کنیم دیگه ما هم قلوتوریش داریم کو. شما هم قلوتوریش دارین؟ برار هم قلوتوریش داریم. ای رنگ قلوتوریش به خیر خوشی بهم خواب شده. بشینیم برای چیزی دیگه به شما تیار میکنم. بشین. مرغ تیار میکنم به شما. بشینیم رنگ قلوتوریش به خواب شه. اصلا دیگه به چینی قلوتوریش شما. آخه برار بیاین بشینیم شما به چیز دیگه به شما تیار. نه ما دیگه شما که قلوتوریش بار کرده باشیم همه خونه شما بوی قلوتوریش میده. آخه زمستون و برار جو آخه ما قلوتوریش میادم بهترین غذای بیاین شما به چیز دیگه. نه خوش ندارم من بعد نمیآیه. قلوتوریش. آخه من چی بگم به شما دیگه برار من برفتنی چی هم نخوردم. ماما چی میگم با بالا از قلوتوریش ها افتاده که چی بگم؟ کد استاتش یخ کرده به چی میفهمی عرفان جان؟ از خورتدکی ما تو قلوتوریش بعد اینا میامد قلوتی و قلوتوریش انا مال هم میت بعد اینا میان برارک می چی نخوردن برفتن نستادن که چیز میزنم روزنا پخته کنم قلوتوریش هم نخوردن
قومش دادم خب نست دادم برفتم دیگه من چی صدا کردم برات اینا نست دادم چی می اونا میگفت کاش که چیز میشه دیگه پخته میکنن قلوتوش پخته نمیکنن میفهمیدن برال میایه کاش که من میگفتم که خاطر که من میگفتم میگو عرفان جان خود تو میگفتی دیگه که میگفتی ماما جان بس که به شما دیگه چیز پخته میکنه من برفتم دیگه چیکار کنم عرفان جان خیلی دیگه با دیگه روزی بیای بخیر چیز دیگه بار میکنم پیار عرفان سعی کنم که اینا تنور هم اینجا اینا رو ازما برداشتم بنداختم برای تنور اگه اینا درگیره چیکار کنم یک کبریت بفته که من داشتم نون پخته کنم آخه من در سر تنور هم بند کردم چیکار کنم من کلاشنیکام نزدیک از خدای نکرده که گوید بفته که بسته خونه زندگی و در میگیره دست از اینا پیار عرفان جان بابا صدا کنه پیار عرفان میشنم صدا من چی میگم بیایم از راه اینا برداریم آخه ببریم همونجا بذاریم یک گوشه نمیشه من نون پخته میکنم آخه اینا ما با کجا بندازن دیگه جایی نیه دیگه اینجا من پیش تنور هم هستم اینجا باشه دیگه آخه من نمیگم شما بگید سعی کنیم که چی حاله اینجا آخه این زمان جی باشه مشت نون پخته کنم شما از من نون مایم آخه نمایم خب بیایم من کار برداریم که من نون پخته کنم خب مگر بگورم اونا رو با پشت همون بندازن دیگه جای کنیه کنیه کار میکنیم بیایم بکنیم جمع کنیم از اینجا بیایم خوبه بیایم خود تو نمیتونیم اینا جمع کنی اینا چنده ایزومه که تو با مرد با صدا میکنی زن اینا رو نمیتونم که جمع کنم شما سعی کنین وقت خوردن که باشه خوب نه که کس ملامت کنه خود شما میخورین دیگه اگه گردن تو بند باشه تو ذات زنی اگه دو گوری کیچیری گوشت لند گذاشته باشه گون نمیگی من ذات زنی می گوشتا ریشته بخورم حالا ببین چنگ ایزوم با مرد صدا میکنی به نظر خرج شما از بیشتره به نظر دارم همه کار خونه و گردن منه شما چیکار میکنین غیر از خوردن بخیزین بیایم جمع کنین خودی هم ببریم من نمیتونم اینا رو خیلی اینا بخیزین بیاین خوبه من میام بیاین خوبه اوه بیلا که شما زنگا با عروسی رفتن و با جا رفتن جراریم دوی چنگه ایزون به من میگه تو بیا جمع کن همینا نمیتونه جمع کنه گردن ما بند باشه مال به ادرسکن عروسی باشه میگه مر ببر همه زر نمیگه که نمیشه